این داستان واقعی باربیه، زنی زیبا و ترسناک است. سال 1950 باربارا میلر زن بلند زیبایی بود که در آپارتمانی خاص زندگی می‌کرد. در آپارتمان باربارا همه چیز صورتی بود. باربارا آرزو داشت ملکه زیبایی آمریکا شود. اتفاقهای عجیب از جایی شروع شد که باربارا در هر مسابقه ثبت نام می‌کرد. یکی از شرکت کننده هایی که شانس برنده شدن داشت، ناپدید می‌شد. هیچ سرنخی وجود نداشت و باربارا با لبخندش همیشه برنده بود. کم کم پلیس به باربارا مشکوک شد. روزی پلیس وارد خانه باربارا شد. در انباری خانه تاج‌های شکسته‌ای پیدا کردند که کنار هم چیده شده بودند. لباس‌های آغشته به خون دخترهای ناپدید شده کنار تاج‌ها بود و باربارا دستگیر شد. 4 سال بعد کمپانی متل عروسک بلند زیبایی به اسم باربی را به بازار عرضه کرد. عروسکی که می‌گفتند از عروسک آلمانی الهام گرفته شده، اما به باربارا شباهت داشت. همان لبخند جذاب و اسم کامل عروسک باربارا میلسنت بود. اینجا عجیب‌ترین ماجراهای دنیا را تعریف می‌کنیم.